با شرافت استقلال دولتی و با دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان عنعنه‌های ملی اجدادی، ادبیات و صنعت و فرهنگ بوی و غنی خلق تاجیک در برابر دیگر ارزش‌های ملی تاجیکان از نو احیا گردیدند که امروز بسیاری از هنرمندان مردم تاجیک با دید معاصر و طبع و ذوق زمانوی رشد و رونق می‌یابند. در دور شهری فستیوال آزمون صدرنگ چکن نمودهای گوناگون این لباس ملی از روی 6 نامیناسیون اعلام شده از جانب طراحان خوجندشهر آماده و منظور حکمان کرده شد. پوشیدن لباس ملی برای من فخر است که چنین ما لباس‌های ملی داریم. برای ما گلدختران این لباس پسند است. چکن تاریخ نهایت قدیمی داشته، به حیات و زندگی، عرف و عادت و عالم معنوی خلق تاجیک زیچ علاقمند است. چکن با صفات‌های مهین و زیبا و دلربا و ارزش هزار ساله و کهنش دقت جهانیان را به خود جلب نموده، همچون میراث غیرمادی ملت تاجیک در عرصه جهانی معروف گردیده است. در فستیوال آزمون صدرنگ چکن در دوره شهری 160 نفر اشتراک نمودند. در این آزمون طراحان فعالناکی نشان می‌دهند. یکی از طراحانی که امروز در 6 نامیناسیون لباس‌های دوخته خود را پیشنهاد نمود، فاطمه اوریپووا هستند. امروز توجه بانوان به انمی لباس‌های ملی چگونه است؟ کدام نمودی لباس‌ها را امروز شما از میزاجان درخواست می‌گیرید؟ ما از لباس‌هایی که دکان سر کرده هم روزمره هم رسمی و ایدانه خیلی هم طلبات زیاد شده استاده است. باید یادآور گردید که ماه نوامبر سال 2018 در جلسه 13 کمیته بین دولتی یونسکو اوید به حفظ میراث فرهنگ غیرمادی نامینه صنعت گلدوزی چکن در جمهوری تاجیکستان رسما در فهرست رپرزنتاتیوی میراث فرهنگ غیرمادی یونسکو ثبت گردید. نقشای گل و رستنی و نباتات گوناگون رنگ به مانند کاسه‌گل، سه‌برگه، زلفی پیچان، برگ بید، بخملگل، بادامچه، گل عاشق پیچان و لاله در لباس‌های دوخته شده طراحان شهر خوجند به هم آمیزش یافته با ببر نمودن آن به حسن زنان و بانوان حسن ضم نمود. از سالهای پیشینه امسال ما دیدی شدیم که هنرمندان ما خیلی کارهای زیاد را به اجرا رساندند و محصول ایجادی آنها، محصول هنری آنها نمایش‌های گوناگون ساخت، هم در دوره شهری، هم ولایتی و جمهوری و هم بیرون از آن علاقه خیلی شهرتیار گردیده است. با تشبس‌های سازنده سرور دولت محترم امام علی رحمان، صنعت چکندوزی با تمام نزاکتش بار دیگر احیا گردیده در جهان شهرت پیدا نمود. در چکن دنیای رنگین زیبایی‌های جهان توسط رنگبازی ریشته و سوزن با نقش و نگار نادر ملی تاجیکی به هم آمده بیننده را مفتون می‌گرداند. عین زمان چکن مرزهای تاجیکستان را عبور کرده بیشتر دقت خارجیان را جلب می‌کند. مقصد از برگزاری چنین تدبیرهای فرهنگی یعنی فستیوال آزمون صدرنگ چکن نیز همین است. بلند برداشتن مقام و منزلت لباس ملی از قبیل چکن و چکندوزی، سوزنی دوزی و گلدوزی، اطلس و ادرس بافی می باشد. مستانه محیدی زاده، دلیل علی شیرزاده، مظفر صابرزاده، اخبار.